سوره تور یعنی کوه تور در مکه نازل شده است و از 49 آیت عبارت است. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. به نام الله بخشاینده و مهربان. والطور و کتاب مسطور. و الله تعالی سوگند یاد می کند. سوگند به کوه تور، یعنی آن کوه است که الله تعالی با موسی در آن سخن گفته است. تفسیر سعدی. و سوگند به کتابی نوشته شده فی رق منشور، در صحیفه های گشاده شده نوشته شده است که بر هیچ عاقل و بیننده پوشیده نیست. والبیت المعمور، و سوگند به بیت المعمور که در آسمان است و ملائکه های کرام دائم در گرد آن طواف می کنند. والسقف المرفوع، و سوگند به سقف برافراشته و آن آسمان دنیا است. والبحر المسجور، و سوگند به دریای پر کرده شده. این عذاب ربک لواقع، بیگمان ای پیامبر عذاب پروردگارت بر کافران حتما واقع شده نیست. ما له من دافع، و آن را هنگام واقع شدنش دفع کننده نیست. یوم تمور السماء مورا، روزی که آسمان سخت تکان خورد، به تکان خوردنی سخت، پس نظام آن ویران و اجزایش پاره پاره شود و در آن وقت حیات دنیا به آخر رسد. و تسیر الجبال سیرا، و در آن روز کوه‌ها از جای خود کنده زود روان شوند، مثل ابرهایی که روان می شوند. فویل یومئذ للمکذبین، پس وای یعنی هلاکی باد در آن روز بر دروغ برآورندگان، الذین هم فی خوض یلعبون، کسانی که در بیهودگویی مشغولند و دینشان را به بازی و بیهودگی عوض می کنند. یوم یدعون الی نار جهنم دعا، روزی که آنها را به قهر و سختی به جانب جهنم روانه کنند. هذه النار التي كنتم بها تكذبون، و آنها از روی سرزنش گفته شود این است آن آتشی که در دنیا دروغش می شماریدید. افسحر هذا ام انتم لا تبصرون، آیا این چیزی که همکنون می بینید و مشاهده می کنید یعنی از عذاب جادو است یا شما نمی بینید؟ اصلوها فاصبروا او لا تصبروا سواء عليكم انما تجزون ما كنتم تعملون. با آتش درآیید، خواه بر عذاب آن صبر کنید یا صبر نکنید برابر است بر شما. پس هرگیز از شما عذاب را سبک کرده نمی شود و هرگیز از آن بیرون نمی آید. هر آینه شما در برابر کارهایی که در دنیا می کرده اید جزا داده می شود. ان المتقین فی جنات و نعیم، هر آینه پرهیزگاران در بهشت ها و ناز و نعمت خواهند بود. فاکهین بما
فآتاهم ربهم ووقاهم ربهم عذاب الجحیم. خوشحال شده به سبب آن که آنها را پروردگارشان نعمت داد و آنها را از عذاب دوزخ نگاه داشت. کلوا واشربوا هنیئا بما کنتم تعملون. بخورید و بنوشید از طعام و شرابها خوش و گوارا به سبب اعمال نیکی که در دنیا انجام میدادید. متکئین علی سرر مصفوفه وزوجناهم بحور عین. بر آن تخت‌های کناری هم چیده تکیه میزنند و خانه‌دار کنیم آنها را با حوران زیبای و شهلا چشم. والذین آمنوا واتبعتهم ذریتهم بإیمان الحقنا بهم ذریتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء كل امرئ بما كسب رهین. کسانی که خود ایمان آورده و فرزندانشان در ایمان پیرویشان کردند، فرزندانشان را با آنها در جنت برسانیم و از آن پاداش اعمالشان هیچ کم نکنیم. هر کس در گرو کار و کردار خویشتن است و گناه کسی را بر دوش خود نمیگیرد. یعنی گرچند که مثلی پدرهایشان عمل نکرده باشند هم، تا که چشمان پدران و بودن فرزندان در نزدشان شادمان گردد، پس آنان در بهترین حالت جمع کرده می شوند. از تفسیر بغوی. و امددناهم بفاکهة و لحم مما یشتهون. و پی هم عطا کنیم، یعنی زیاده کنیم به اهل جنت از میوه و گوشت هر نوعی که می خواهند. یتنازعون فیها کأسا لا لغو فیها ولا تأثیم. در جنت از دست یکدیگر پیاله و جامهای شراب را می گیرند که بعد نوشیدن آن شراب نه بیهودگویی باشد و نه گناه. یعنی البته شراب جنت از شراب این دنیا فرق می کند، یعنی عقل را نمی برد و بعد نوشیدنش بیهودگویی و گناه نمی شود. تفسیر بغوی. ويطوف عليهم غلمان لهم كأنهم لؤلؤ مكنون. و برایشان نوجوانانی هستند که خوش صورت و پاکیزه و سفید روی گویا مثل گوهرند در داخل صدف. بر گرداگرد آنها بهشتیان می گردند و به خدمت آنها آماده‌اند. و اقبل بعضهم على بعض یتساءلون. و اهل جنت رو برای یکدیگر روی آورده و از حال گذشته یکدیگر می پرسند که چه رنج های دیدند. قالوا إنا كنا قبل في أهلنا مشفقين. گویند البته ما پیش از این در دنیا در میان خاندان خود، یعنی از عذاب الهی ترسان بودیم. فمن الله علينا ووقانا عذاب السموم. پس الله بر ما منت نهاد، یعنی هدایت و توفیق داد و ما را از عذاب سموم نگه داشت. سموم بادی گرم و سوزان است در دوزخ. إنا كنا من قبل ندعوه إنه هو البر الرحیم. هر آینه
ما پیش از این او را به یگانگی می خواندیم، یعنی او را عبادت می کردیم و به او شریک نمی آوردیم و از او می پرسیدیم که ما را از عذاب سموم نجات دهد و به نعمتهایش برساند. تفسیر سعدی. و او را پرستش می کردیم و از او می پرسیدیم ما را از عذاب سموم نگه دارد و به سرای نعمت برساند. پس دعایمان را قبول و حاجتهایمان را برابر کرد که البته او احسان کننده و مهربان است. یعنی و از جمله نیکی و مهربانیش به ما این است که از ما خوشنود گردید و ما را وارد بهشت گرداند و از ناخوشنودی خویش و عذاب جهنم نجات داد. فذكر فما أنت بنعمة ربك بكاهن ولا مجنون. پس ای رسول پند ده انسانها را به آیتهای قرآن، زیرا تو به فضل و مرحمت الله کاهن یعنی غیبگاه و دیوانه نیستی، چنان که کافران این گونه نسبتهای دروغ را بر تو میزنند. ام یقولون شاعر نتربص به ریب المنون. یا مشرکان میگویند تو را ای رسول او شاعر است، منتظر مرگ او هستیم. قل تربصوا فإني معكم من المتربصين. بگو برایشان شما منتظر مرگ من بمانید که هر آینه من نیز عذاب شما را انتظاری میکشم و زود است که میبیند عاقبت کار از آن کیست. ام تأمرهم احلامهم بهذا ام هم قوم طاغون. آیا مشرکان را عقلهایشان به این سخنهای متناقض امر میکند یا که آنها خود قومی تجاوزکار هستند؟ معنای متناقض یعنی قرآن سحر یا کهانت یا شعر است دستور می دهد. هیچ ممکن نیست که این صفت ها در یک زمان با هم جمع شوند. یعنی حقیقت همین است که سرکشیشان از راه حق آنها را به گفتن چنین سخنها وادار ساخته است. ام یقولون تقوله بل لا یؤمنون. یا که مشرکان میگویند قرآن را محمد از پیش خود بافته است بلکه آنها ایمان نمی آورند. پس اگر ایمان می آوردند چون این سخنها را نمی گفتند. فلیأتوا بحدیث مثله ان كانوا صادقین. پس سخن مانند قرآن بیاورند اگر راستگوی باشند در دعواهایشان که خود محمد آن را از نزد خود بافته است. ام خلقوا من غیر شیء ام هم الخالقون. آیا این مشرکان به هیچ آفریدگار خلق کرده شدند یا که خودشان آفریدگارند؟ هر دو احتمال باطل و ناممکن می باشند. پس معین شد که الله تعالی خود آنها را خلق کرده است و او یگانه سزاوار عبادت است. ام خلقوا السماوات والارض بل لا یوقنون. آیا آسمان ها و زمین را خلق کرده اند؟ نه، بلکه آنها باوری به عذاب الله ندارند. پس آنها مشرکند. ام عندهم خزائن ربك ام هم المسيطرون. آیا خزینه های پروردگارت نزد آنهاست هر گونه که خواهند در آن تصرف می کنند؟ یا که آنها غالب و پرقوت هستند بر مخلوق های الله؟ نه، هرگز چنین نیست، بلکه آنها عاجز و ناتوان هستند. ام لهم سلم یستمعون فیه
فليأت مستمعهم بسلطان مبین. آیا نردبان دارند که به واسطه آن به سوی آسمان برآمده اسرار وحی را میشنوند؟ پس باید شنونده آنها بر این دوا دلیل و حجت روشنی را بیارد که گویا در حقیقت خبردار است از امر الله. ام له البنات ولکم البنون. آیا الله را دختران است و شما را پسران، چنان که دعوای دروغ میکنید؟ ام تسألهم اجرا فهم من مغرم مثقلون. آیا تو ای پیامبر از مشرکان مزد میطلبی برای تبلیغ رسالت، پس آنها از دادن آن مزد مشقت میکشند؟ ام عندهم الغیب فهم یکتبون. آیا علم غیب پیش آنهاست؟ پس آنها هرچی بخواهند می نویسند، آن را برای آدمان و خبردارشان می کنند. نه، این چنین نیست. پس به درستی نمی داند هیچ کس علم غیب را در زمین و آسمان ها مگر الله. ام یریدون کیدا فالذین کفروا هم المکیدون. یا می خواهند به رسول الله و مؤمنان حیله کنند، پس آنهایی که کافرند برمی گردند حیله شان به خودشان. ام لهم اله غیر الله سبحان الله عما یشرکون. یا آنها را معبود است که سزاوار عبادت است غیر از الله برحق؟ پاک است الله از هر چی شریکش می سازند، پس نیست او را شریک در پادشاهی او و نه در یگانگی او و نه در عبادت او. و این یروا کسفا من السماء ساقطا یقولوا سحاب مرکوم. و اگر مشرکان پاره از ابر را از آسمان برای عذابشان افتاده ببینند، باز هم از کفر خود باز نمی ایستند، بلکه می گویند این ابر است بر روی هم نشسته است و از نشانه هایی که می بینند عبرت نمی گیرند. فذرهم حتى يلاقوا يومهم الذي فيه يصعقون. پس ای پیامبر مشرکان را به حال خود واگذار تا به آن روز برسند که در آن روز از سختی آن بیهوش می شوند و آن روز قیامت است. یوم لا یغنی عنهم کیدهم شیئا ولا هم ینصرون. روزی که نیرنگشان چیزی از عذاب الله را از آنان دور نمی کند و به آنها مدد و یاری داده نمی شود. و این للذین ظلموا عذابا دون ذلك ولكن اکثرهم لا یعلمون. و هر آینه برای کسانی که ستم می کنند عذاب است در دنیا پیش از آمدن عذاب قیامت، ولی بیشترینشان نمی دانند. یعنی کشته می شوند و اسیر می شوند و به عذاب برزخ دچار می شوند. تفسیر سعدی. واصبر لحکم ربک فإنک بأعیننا وسبح بحمد ربک حین تقوم. و ای پیامبر در برابر آزار و اذیت کافران به فرمان پروردگارت صبر کن. هر آینه تو زیر نظر ما هستی، یعنی همیشه در حفظ ما می باشی و چون از خواب بر می خیزی با ستایش پروردگارت تسبیح گوی. در این آیت اثبات صفتی دو چشم است که لایق به ذات بزرگی خودش می باشد، به مثل و به مانند چنان که در سنت آمده است و علما همه بر این عقیده اند. لفظ به شکل جمع آمده است که مقصد از آن
تعظیم می باشد. ومن الليل فسبحه وإدبار النجوم و در قسمی از شب او را به پاکی یاد کن و نیز بعد غایب شدن ستارگان در وقت سحر به پاکی یاد کن. سوره طور از 49 آیت عبارت است و در مکه نازل شده است. از قرآن کریم و ترجمه معنای آن در روش تفسیر میسر به زبان تاجیکی گرفته شده است. این تنها ترجمه معنا است. اگر ترجمان و یا ما کوچای به خطا راه داده باشیم، طلب دعا میکنیم که الله ما را بیامرزد.